سلام و درود دوستان عزیز. با مسابقه واحد نژند در مقابل فریدون شوخ نظروف از تاجیکستان در خدمت شما عزیزان قرار داریم. در ابتدا واحد نژند مثل همیشه با دعا و مناجات وارد قفس شد و آن طرف فریدون شوخ نظروف با یک آهنگ خیلی شاد وارد قفس میشه. خب میریم سراغ معرفی هر دو فایتر. یک معرفی خیلی جذاب از سنگخور افغانستان واحد نژند و آن طرف هم فریدون شوخ نظروف که از لحاظ بدنی بیشتر چاق و توپر به نظر میرسه. خب داور قوانین را به هر دو فایتر میگه. قبل از شروع مسابقه لطفاً جهت حمایت از ما ویدیو را لایک کرده و کانال را سابسکرایب کنید. بریم سراغ راند اولی. این مسابقه راند اول آغاز شد. در همون شروع ضرباتی از طرف هر دو فایتر، یک جب خیلی خوب از طرف فریدون، همچنان لوکیک و ضرباتی از سنگخور که برخورد آنچنانی نداشت. دوباره لوکیک از شوخ نظروف پر قدرت پرتاب کرد. همچنان اقدام به تیک داون از طرف واحد نژند. مسابقه رفت کنار قفس که داور دوباره جدا کرد. یک هوک چپ در این صحنه از طرف نژند به گوش شوخ نظروف. دوباره لوکیک هوکای چپ و راست از نژند به سر و صورت شوخ نظروف میکوبه. همچنان یک لوکیک در این صحنه از طرف شوخ نظروف. هوک راست از طرف واحد نژند که از بالای سر شوخ نظروف رد شد. همچنان فرانت کیک از شوخ نظروف. ببینید که هوک چپ زیبا از واحد نژند. البته سر هر دو فایتر با همدیگر برخورد کردن. دوباره مدل کیک از نژند. همچنان هوکای چپ و راست که برخورد نکرد. ببینید که لوکی که از طرف شوخ نظروف پر قدرت به پای نژند برخورد کرد. همچنان فشار از طرف شوخ نظروف. هوکای چپ و راست از هر دو فایتر. بکی که از شوخ نظروف به شکم نژند نشست. همچنان فشار از طرف شوخ نظروف. لوکیک خیلی پر قدرت ضربات لوکیک را پرتاب میکنه. دوباره مدل کیک از شوخ نظروف که از طرف واحد نژند دفاع شد. همچنان لوکیک و یک هوک راست سرعتی از واحد نژند. دوباره مدل کیک به شکم شوخ نظروف. همچنان یک لحظه گریز از مرکز شد شوخ نظروف. ببینید خیلی جالب بود. ادامه مسابقه در وسط قفس. یک لوکیک از واحد نژند پر قدرت به پای شوخ نظروف. دوباره لوکیک. همچنان یک آپرکات از واحد نژند و اقدام به تیک داون. یک لنگ خیلی خوب در این صحنه از طرف شوخ نظروف. از او حالت